امروز میخوام براتون یکی از معتبرترین پرسشنامه‌های شخصیت در دنیا رو معرفی کنم. پرسشنامه نئو. پرسشنامه نئو بر اساس یکی از قوی‌ترین مدل‌های شخصیت، یعنی مدل 5 عاملی شخصیت ساخته شده. به این مدل میگن بیگ 5 یا 5 عامل بزرگ. این 5 عامل مثل 5 ستون اصلی شخصیت ما هستند و کمک میکنن بهتر خودمون و بقیه رو بشناسیم. 5 عامل بزرگ شخصیت در نئو شامل روان‌نژادگرایی هست، برونگرایی هست، گشودگی به تجربه هست و سازگاری و مسئولیت پذیری. روان‌نژادگرایی نشون میده چقدر در برابر استرس، اضطراب و هیجان‌های منفی آسیب پذیری وجود داره. افرادی که نمره بالایی دارن معمولاً زودتر مضطرب یا نگران میشن و افرادی که نمره پایین میگیرن آرامتر و باثبات‌تر هستن. برونگرایی این که چقدر اجتماعی، پر انرژی و اهل تعامل با دیگران هستی رو نشون میده. برونگراها عاشق جمع و انرژی جمعی هستن. درونگراها بیشتر از خلوت و فعالیت‌های فردی لذت میبرن. و اما گوشه‌گیری به تجربه، اینکه چقدر کنجکاوی فکری داری و به دنبال تجربه‌های تازه‌ای. آدم‌های با نمره‌های بالا خلاقن، خیال پردازن و اهل هنر و فلسفه‌اند و نمره پایین در این بعد معمولاً به سادگی و ثبات علاقه دارن. و اما سازگاری میزان مهربانی، همدلی و همکاری با دیگران رو نشون میده. افراد با نمره بالا معمولاً گرم، نودوست و صمیمی هستند و افراد با نمره پایین ممکنه رقابتی تر یا حتی گاهی سرسخت باشند. و در نهایت مسئولیت پذیری نشون میده چقدر منظم، قابل اعتماد و هدف مداری. نمره بالا یعنی برنامه ریزی، پشتکار و تعهد هست و نمره پایین تر ممکنه به معنی انعطاف بیشتر و گاهی بی‌نظمی باشه. چرا نئو مهمه؟ چون هم در پژوهش‌های علمی استفاده میشه، هم در کار بالینی و مشاوره استفاده میشه، حتی در انتخاب شغل، پیشبینی عملکرد و رشد فردی هم استفاده میشه. این پرسشنامه کمک میکنه بفهمیم نقاط قوت کجاست، در چه شرایطی احتمال آسیب بیشتری داره و برای رشد شخصی باید روی چه بخش‌هایی کار کنیم. و اما ساختار پرسشنامه به چه شکل هست؟ نسخه‌های مختلفی داره. فرم بلندش که 240 ساله و دقیق تره و 6 تا زیر مقیاس برای هر عامل داره. و فرم کوتاه یا 60 سالیه که سریعتر اجرا میشه. معمولاً بین 10 تا 30 دقیقه زمان میبره و پاسخها روی یک طیف کاملا مخالفم تا کاملا موافقم داده میشن. نتایج نئو سیاه یا سفید نیست، این یا اون نیست، خوب یا بد نداریم، بلکه هر نمره نشون دهنده یک سبک شخصیتی متفاوته. مثلا کسی که برونگرایی بالایی داره توی محیط‌های تیمی می‌درخشه. کسی که مسئولیت پذیری بالایی داره توی کارهای دقیق و نیازمند پیگیری عالی عمل میکنه. و یا کسی که گشودگی بالایی داره در تجربه توی خلاقیت و نوآوری فوق‌العاده است. پس پرسشنامه نئو یک ابزار خیلی قوی برای شناخت انسان و خودمون هست. با شناخت این 5 عامل میتونیم روابطمون رو بهتر کنیم، مسیر شغلی مناسب تری پیدا کنیم و برای رشد فردی برنامه دقیق تری بریزیم. پس اگر دنبال تغییر و پیشرفت هستی، شناخت شخصیت از همینجا شروع میشه. همونطور که میگن دانش قدرت میاره، شناخت خودت قوی ترین دانشه.